سلام به این ولاگ با من خیلی خوش اومدید. امروز جمعه است. امروز دقیقاً یارا 9 ماهش شده و دقیقاً تو هفته‌ای که سالگرد ازدواجمون بود، نهمین سالگرد ازدواجمون بود، یارا هم تو همین هفته 9 ماهش شده. الان میخوام لباسش رو عوض کنم، بریم عکس 9 ماهگیشو بگیرم و بعدش هم باید بریم دکتر. نوبت دکتر داره بر 9 ماهگی. هیچ واکسنی تو 9 ماهگی ندارن، برای یه چکاپ کلی باید بشن. خدا رو شکر واکسن نداره. قبلش اتفاقا میریم یه قهوه با علیرضا و یارا میخوریم. این اولین آوتفیتیه که یارا میخواد باش عکس بگیره. مام بزرگش چند روزی پیش براش خریده، بعد اینجاش خیلی براش گشاد بود، دکمه‌هاشو جابجا کرد، الان دیگه اندازه یارا شده. حالا ببینم کفش باش چی بپوشم، بعد بریم ازش عکس بگیریم. میدونه یارو بک‌گراند بسیار زیبا برای تهیه کردیم، حالا بعد عکس بگیریم ازت اگه اجازه بدی. ما این خانم نمیتونست راه بره، همینجا میشست، ما عکسامونو میگرفتیم، الان اصلا نمیذاره. یارا خانم دخترم، آوتفیت دوم یارا خانم اگه اجازه بده ما ازش عکاسی میکنیم. یارا خانم، یارا سلام مامان. آقا من خیس عرق شدم تا تونستم از یارا با این دو مدل لباسش عکس بگیرم. اینقدرم که حواسش پرت جای دیگه است، یعنی از 8 ماهگی که عکس گرفتم و تا 9 ماهگی. 9 ماهگی خیلی سخت بود، احتمالا وقتی راه بره سخت‌ترم میشه. حالا ببینم از این همه عکس گرفتم مثلا چند تا دونش احتمالا خوب در میاد، بعد که برای یادگاری نگه داریم. اینجا دیدیم درخت گلابی داره ولی گلابیاش نرسیده. بچه شمال باشی بعد مثلا اینو میبینی فکر کن مثلا ما الان 10-15 سال مثلا گلابی رو درخت ندیدیم. فکر کن. آره آخه تو شمال اصلا درخت گلابی نداره. همه چی هست تو شمال فراوونه. واقعا من الان میفهمم، میگم تو شما توف کنی یه چیز از توش در میاد، مثلا خاکش خیلی حاصل خیزه. اصلا بی‌نظیر اصلا خاک نداره. تو کالیفرنیا اینجوریه، حداقل اینجا اینجوریه. اینجایی که ما هستیم. این فرمی که به من دادن که من پر کنم برای 9 ماهگی کاملا متفاوت بود. توی فرم سوالی که میپرسیدن این بود که یارو میتونه از دستاش استفاده کنه، میتونه یه چیزی رو برداره، میتونه وایسه، یعنی صداش بلند هست یا نه؟ این که در دم میگه یه سری مثلا حرفا رو میتونه، صداها رو میتونه در بیاره یا نه. کلا تمام فرم در مورد این چیزا بود، یعنی 5-6 صفحه بود که فقط در مورد این چیزا سوال پرسیده شده بود و میگم نگرانی در مورد صداش نداریم. می‌خواستیم بگیم صداش خیلی ماشاءالله بلند هم هست. دکتر یارا گفتش که حتما روزی 1 یا 2 بار دندوناش رو مسواک بزنید، فقط با آب یه ذره اینطوری کنید که دندوناش سالم بمونه و همه چیزش هم نرمال بود. الان هم یه چیزی میخوام بیارم برای دندوناش که فلوراید داره، به دندونش بزنن. چرا اینجور نگه داری؟ این قدش بلند میشه. اما بعد یارا خیلی از 92-93% از بچه های همسن خودش قد بلندتره. ما از مطب دکتر برگشتیم. من دارم بودو برای یارا غذا درست میکنم. مرغ، فلفل دلمه‌ای، هویج و نخود سبز. اول همه رو با روغن تفت میدم و بعدش میخوام آب قلم که از قبل تو فریزر داشتم بهش اضافه کنم که یه کوچولو بپزه. آب قلم هم اضافه کردم، در قابلمه رو میذارم که قشنگ بپزه.
من و دخترم با هم اومدیم آفیت بوسی میگم. ما با هم اومدیم استخر. علیرضام رفته باشگاه ورزش کنه. یکی از جایی که یارا خیلی خوب غذا میخوره دم استخر و بیرونه. وقتی بچه ها رو میبینه خیلی خوب غذا میخوره. واسه همین از فرصت استفاده میکنم کلی غذا میارم دم استخر که یارا خانوم بخوره. همین الان خونه نمیخورده اینجا میخوره. تو بلاگای قبلی اگه دیده باشی من یه مشتری راشن یا روسی دارم که هر دفعه میاد برای من کلی خوراکی میاره. امروزم کلی خوراکی من آورد. این خیلی خوشمزه بود. چیزایی که آورده خیلی زیاده. از این شکلات ها آورده، از این میلکی ها، بعد یه عالمه اسنک های پروتئینی آورده. امروز خیلی روز شلوغی بود. منم که طبق معمول پشت هم مشتری اپوینتمنت میدم، یعنی اصلا جای نفس کشیدن برای خودم نمیذارم. الان منتظرم مشتری آخرم بیاد، بدو برم خونه آماده شیم با علیرضا و یارا با دوستامون میخوایم یه رستوران یونانی اونجا شام بخوریم و چون هممونم بچه داریم ساعت 6 غروب داریم میریم که به تایم خواب بچه ها نخوره و بچه ها عصبی نشن. خب از سالن بدو اومدم خونه، آماده شدم. موهامم دیگه واقعا وقت نکردم کارش بکنم. با یارا خانوم و علیرضا اینقدرم که خسته بودم یه چای درست کردم که توی راه بخوریم. من آوردی؟ اینجاست رو صندلیست. یارا سلومون. نه بابا 6 دیگه. من 6 1 دقیقه میرسم. دقیقا نمیده یه ژلو گرفتی به خودت اینو کنی. آره فرستادیم. وای گل در اومد از همون. خودم میاد. امروز یک شنبه است. طبق معمول وقتی من جونا بیکار باشن یا ما بیکار باشیم ما نهار میریم خونه مام بابای علیرضا. توی یوتیوبم قیمتونو گذاشتم. بعد گفتم به مریم جون دستور پخت قیمه و آشتونو خیلی و تهدیگ. من تهدیگم که دیگه خراب شد. ببین من راستش بخوای این دفعه درست میکنم با دفعه دیگه فرق میکنم. این دستور نمیتونم بدم. این الان پشت روش کنم خراب میشه. از همین ورش میذارم. شما دستور خاصی نه چشمی کار میکنم؟ آره من کارم همش چشمی. امروز راستی بامی هم گذاشتم. تهدیگ چی میزنی؟ ماست یا دوغ؟
دوغ و روغن و زردچوبه. گاهی وقتا هم زعفران. قطع بابا خوردی دیدی قطع بریم بابا که خوردی داره دیدی باشه. سلام بچه ها سلام بچه به برنجتون هم دوغ میزنین درسته؟ نه برنج هم آب نارنج آب نارنج. باعث میشه سفید تر شه. آره یه کوچولو خیلی نه. یواش مریم جون برای یارا 2 تا کفش خرید. خیلی کفش بزرگ بودن. آره خیلی بزرگ بودن. آوردیم پس بدیم سایز مناسب یارا بخوایم. یارا حالا خودش هست. در دنیای کفش بچه ها به سر میبریم. اینا منو نگاه میکنی این اندازش و مرزو صبح میگفتی این اندازش. آره قشنگ بکنم تا آخر تابستون میتونه بپوشه. آره کیوته. آره بامزه خیلی خوب همینو میگم. یعنی مریم جون خرید و در هیچ شرایطی از دست نمیده. میخوای هم شیر بخوری هم فوزیلی کنی. چششو همیسته کجا نگاه میکنه. او جونی منی. چندین ماه پیش یه خانم هنرمندی به اسم بهار جون از شهر لس آنجلس به من مسیج دادن. گفتن که خیلی دوست دارن که بر من یه تابلو بفرستن به سلیقه خودم. حالا با توجه به اون هنری که داره یه شعری رو انتخاب کردیم. یه شعر از مولاناست که علیرضا خیلی این شعر رو دوست داره. بعد دیگه حتی تم رنگی همه چی رو میتونیم انتخاب کنیم. حتی اینکه چه طرحی هم باشه میشه انتخاب کرد و با توجه به اون سلیقه حال دکوریشن خونتون و شعر و حال هر متنی که بخواید بهار جون براتون طراحی میکنن این تابلو. وقتی دیدم همه جزئیات تک تک این چیزا رو بهار جون خودش به دست خودش انجام داده واقعا سورپرایز شده بودم. و بالاخره قسمت شد که ما براش قاب خریدیم براش درست کنیم و وصلش کنیم به دیوار. این تابلویی که هست خب مسلما سایزهای متفاوت میتونید سفارش بدین. رها سریزه، یعنی سری رها رقص سما و ایناست. بهار کریمی عزیز 36 تا 48 دسامبر 2025. ببین ما چقدر تنبلیم. این قاب یه چیز خوبم پیدا کنی براش سخت بود. آره واقعا انقدر این هنر بهار زیباست. ما می‌خواستیم یه قابی پیدا کنیم که در خورش باشه. حالا به زودی رونمایی میشه. خونه ما هم پر از وسیله بچه. اینم یارا خانوم. بچه تابلو آماده شد. شعری که ما خواستیم براش بذاریم شعر مولاناست که اون تیکه شعر رو براتون میخونم. هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید و زنجیر پی زنجیر. این یکی از شعرهایی که علیرضا اون دوره‌ای که مریض شده بود واقعا با این شعر خیلی آروم میشد. بچه سلام علیکم. سلام بچه. سلام بچه. خیلی قشنگ شده سلام بچه. و هر رنگی هم که بخوایم براتون انجام میدم. ما فکرمون از اول این بود که همین گوشه دیوار بذاریم.
من امروز بعد از 2 سال نوبت دندون پزشکی دارم. وقتی که باردار شدم و وقتی که یارا به دنیا اومد دیگه در تمام مدت دیگه اصلا دندونامو چکاپ نکرده بودم. دیگه گفتم برم چک کنم. واسه همینم یارا رو ببرم خونه مام بابای علیرضا، یارا اونجا بمونه و من برم برای چکاپ دندونام. امیدوارم وقتی که عکس کلی از همه دندونام گرفتن هیچ مشکلی نداشته باشه. من کلا دندونای خیلی خوبی ندارم، با اینکه همیشه نخ دندون میکشم، مسواک میزنم، ولی همیشه یه جای کارم میلنگه. ولی علیرضا نه، مثلا همیشه دندوناش خوبه. هر سال که ما چکاپ میکنیم علیرضا هیچ مشکلی نداره. مثلا من 2 تا پوسیدگی دارم. دندونام عکس گرفتم، ظاهرا اوکی. حالا آقای دکتر بیاد چک کنیم. فقط وضعیت دندونام ببین، یه دونه ایمپلنت دارم، یه عالمه پوری دارم، مثلا دندونا داغون. باورم نمیشه دندونام سالم بودن. اصلا انقدر که من هر سال میرفتم ایران چکاپ میکردم، مثلا یه جاهای دندونم چه میدونم بعد پر میشد این داستانا، واقعا باورم نمیشه که دندونام سالمه. البته من خیلی همه کار میکنم که ازش مراقبت کنم. اینجا یه ایمپلنتی دارم که آقای دکتر گفتن که باید یه کوچولو مثلا دهانشویی اینا بیشتر استفاده کنی که از اون ایمپلنت بهتر تمیزش کنی. یکی از کار مهمی که تو لیستم بود که میخواستم انجام بدم این بود که خدا رو شکر همه چی اوکی بود. من دندون پزشکی اومدم، بعد یه ذره گرسنمه. خودم گفتم چی درست کنم، دیدم خونه موز دارم، بعد توی تیک تاک سرچ کردم یه از این کیکای چند لحظه‌ای که سریع آماده میشه. ما معمولا موز میخریم و خونمون موز خورده نمیشه و بعد یه مدت میریزیم. حالا الان از شانس من موز داشتیم، اینو با پشت چنگال قشنگ طوری لهش میکنم. یه دونه تخم مرغ هم دارم بهش اضافه میکنم. خب اینطوری میکسش میکنم. وقتی موز و تخم مرغ قشنگ میکس شد یه کوچولو بهش پودر کاکائو اضافه میکنم. ما یه مدت انقدر مصرف کاکائومون زیاد بود، یه بسته خیلی بزرگ تو خونه داریم. یه مدت من خیلی میخورم و یه ذره برای اینکه بهش یه کوچولو انسجام بده از این اوتا یا جوی 2 سر اضافه میکنم. اگر در منزل از اینا دارین میکس کنیم باهاش. حالا که خوب هم خورد توی ظرف کوچیک‌تر میذارم، به مدت 3-4 دقیقه میذارمش داخل مایکروفر. خب کیکمون آماده شد. اینم قهوه منه. میخوام امتحان کنم بهتون بگم ازش خوب شده یا نه. واقعا خوبه. مزه موز میده. موزم چون خیلی پخته است شیرینه، واقعا اصلا نه عسل هیچی لازم نداره. البته چشمی همه رو انجام دادم. حالا مثلا بریم تو اینترنت بگردین چیز دقیقش هست. من میخواستم اول با پودر پروتئین درست کنم ولی پودر پروتئین عریضه با خودش برده نداشتیم، به خاطر همین با جوی 2 سر درست کردم. برای زمانی که رژیم دارین میخواین یه چیزی بخورین که حالا حس شیرینیتون رو برطرف کنه، این چیز خوبیه.